ما اگر خواهیم که من همطور گمان میکنم که خواهیم که اگر جامعه ما مثلا بعد 10 سال بعد 20 سال یک جامعه بسیار خوبی باشد، جمهوری ما یک پاره بهشت را ماند و آباد شود و حتما باید به تربیت اطفال از حاضر غمخواری کنیم و بی‌دریغ غمخواری کنیم. استاد عبید رجب از شاعران بسیار معروفی ادبیات معاصر ما، اگر چی بیشتر ایجادیاتشون با ادبیات کودک نورس داخل داشته باشد هم فعالیت ادبی اون کس بسیار گسترده است. استاد عبید رجب یکی از چهارگانه های ادیبان بچه های آسیای میانه هستند که به جایزه بین الخلقی ادبیات بچه ها به نام هانس کریستیان اندرسن موفق شدن، مشرف گردیدن و با این مناسبت به شرافت همین ادبیات کودکان ما را به سطحی بین الخلقی برداشتند. از نیاگان مانده میراث برایم، صدق صاف و قلبی پاک و نیتی نیک بین یاران عزیزم هر کجایم، من همان فرزند کوهستان تاجیک. عبیدالله رجب این نسل دومی معرفت پروران دهه ما اند، نسل دومند که در همین دهه بعد از انصاری اینها یک گروه عبیدالله رجب، شراف‌الدین رستم، نظام الدین بحرالدین، دکتر فنا، اینا همه همسنفا همکرسا نیم بعد به مقام بلند صاحب شدند. شراف‌الدین رستم زبانشناس، نظام الدین بحرالدین بیولوگ، عبیدالله رجب شاعر، جمعه آدینه نویسنده و همین به همشان به یک مقام خود را در ادبیات جای خود را یافتند. ما در دهه در دو گذرهای ما از هم دیگر جدا بود، آنها دیگر گذر ما دیگر گذر، لیکن در یک مکتب میخوندیم، بعضا در چراگاه مال میچراندیم، بازی میکردیم، با هم دیگر شوخی مینمودیم و اونگاه دائم همچون انسان باور کنید یگان کودک را حتی ما کودکان که از آنها خردتر بودیم نمیرنجاندند، بازی میکردند، نمازهای چلیک بازی، توق پشتنک، گل چینی، گل باران، دیگر بازی ها میکردیم و به مضمون پررش آدم بودند. شعر از استاد عبید رجب. این کوزه ای عزیزان پر از شراب ناب است، با استاد جانی نوشیدنش سباب است، با آن قدی بلندش، با لحن دلپسندش، با فعل و خلق و خوبش در مستن شعاب است. عبید رجب در صدای شرق سرمحرر بود. همون یک پرچه کتاب جمعه آدینه رو چاپ کردن، پرچه کلان چاپ شد در صدای شرق. بعد برای همون اگه اینا عبید رجب چاپ کرد، لیکن اوی یک چیزی حقیقت بود، چیزی زندگی بود، از زندگی. وقتی که رمان گذشت ایام چاپ شد در دوره با وجود اون که همین رمان پیش از اون که چاپ شود از تحریر سخت عبید گذشته دیده، صحیح کرده چی کرده. بعد از نشر شدن کتاب ژورنال کتاب شد در نشر. بعد از کتاب برآمدن در اطرافش یک جنجال خیست. جنجال به این معنا که و گویا همین و خادمان پرتوی شوروی گویا که نادرست تصویر کرده باشد. اونجا یک اشتریخ می رود که رئیس کلخوز بود یا رئیس پارتی وی بود ماس می بیاید و
می افتاد و سگ ویا می لیسد. سگ خودش می بیاید مهربانی کرده می لیسد. می پرتاید قید میکنن می پرتاید لب دهانش می لیسد. خیلی در حقیقت این همه خیلی بود و همون چیزا عیناً می نویسد. در حقیقت جمعه اودینه نویسنده برجسته بود و عبید رجب اینجا همشهرگی نکرده است. عبید رجب از وی پول نگرفته است. عبید رجب چیزی که وقتی که خونده است، لیکن عبید رجب بسیار دقیق بودن. همین یک پارچه چیزا چند بار میخوندن، فکر میکردن، هر یک کلمه به هر یک چیز فکر میکردن که همین به کجا میبرد. استاد جمعه اودینه بار اول همین سیمای واقعی انسان در مثلا وی کمونیست از فرقش نه یا که یکم منصب دارد، سیمای واقعی انسان با همه تضادهایش تصویر کردن که این خب برای قابل شایسته و دستگیری و یک نوآوری در نسل بدیهی همون روز ما بود این کار استاد جمعه اودینه. اما این نویس ها کار به درجه رسوند که استاد عبید رجب خیلی عصبی بودم. من همچون مدیر شعبه مکتوب ها می دویدم به کمیته مرکزی، می بردم مواد همون دست نویسم اونجا، می آوردم از اونجا به اداره و باور کن این خیلی مدت دوام کرد. در همون زمان همین خیلی طلبات بود، همین خیلی سنزور بود، همین خیلی زمان بود که بسیار سختگیری میکردن. بعد فهمیدن که این نادرست ایرادها نادرست بودن. بعد فهمیدن که اینها خب کار یک دو سه نفر ناتمام هایی هستند. بعد آخر عاقبتش در شعبه ایدئولوژی کمیته مرکزی یک مجلس دعوت کرده، همین کتاب سوزاندن. همچون اثری که گویا که برای با ایدئولوژی همون زمان چندان موافق نیست. قرار بردن که کتاب سوزانده شود. موضوعی که همین قرار برآمد، نشر که از طرف صدای شرق بود و سرمحرر صدای شرق عبید رجب بود، این جزاها با عبید هم رسید. خب انیق در خاطرم نیست که یک بارمه یا دیرتر به همین سبب ها عبید از سرمحرری گرفتن. این چیزها البته به عصب های هم سرمحرری مجله هم خود مؤلف به تاثیر نبودند، تاثیر سخت گذاشتند، خصوصا به جمعه اودینه که بعد گرفتاری سکته دل شدن و این چیزها. در زندگی کسی رو فریب ندادم، لیکن من بسیار فریب دادم. یکرده شعر نمیشد. بسیار فریب دادم. کسی رو تنبیه ندادم، تنبیه هم هر بار دادن. وقتی که در زبان شوروی هر 5 ساله مردم اردن میدن میگفتن من ویگوار میگفتم. بسیار نه. چون و همه این مکافات ها من، همه این جایزه های حتی اینجا خرید باجه بعدی از فیلبری از سر دفتری صدای شخص زده پیش کردن سبکدوش کردن که همه و یک روز گفتم در یک جلسه گفتم که او برادرها همین تردید است 5 سال پیشتر نگیده که من جایزه بالاتر گیرم. کی ادای قرضهای خود کنم، قرض من چون تار مویم بیشمار، قرض مادر دارم و قرض پدر، قرض فرزندان و قرض رزگار، قرض یاران دارم و خلق عزیز، قرض خاک مرد خیز کوهسار، چون کنم تا دل نخواند یک نفس، قرضدار قرضدار قرضدار. عبید رجب زیاده از 50 سال کیلک راند و شعر گفت و در طول این سالها زیاده از 40 کتاب نوشت. کتابهایش به زبانهای روسی، اوکراینی، بلاروسی، استانی، لیتوانی، قرقیزی، مغولی و غیره چاپ شد.
قسم بیشتر اشعار او به کودکان بخشیده شده است. کودک دل و جان او، هوش و خیال او، ارمان او بود و نبود او بود. زندگی خیش را بدون اندیشه از روزگار کودک تصور کردن نمیتوانست و همه عنوانهای عالی که نصیبش شد، من جمله جایزه بین المللی به نام هانس کریستیان اندرسن به خاطر اشعار خوبی به کودکان بخشیدهش بود، ولی اشعاری به کلانسالان نوشتهش تا به حال از جانب منقدان مورد بررسی قرار نگرفته است. این بخش ایجاداتش نیز بسیار روان و دلچسب است. عبی رجب بدون مقصد، بدون هدف شعر نگفته است. کل شعرهای او هدف دارند. من جمله شعر مشهور او تا هست عالمه. هر دم عدوی من گوید به سوی من، کن شیوه دری تو چون دود می رود نابود می شود، باور نمی کنم، باور نمی کنم. قریب 40 کتابشان با زبانهای گوناگون به نشر رسید که برای بچه ها ایجاد کردند و برای کلانسالان هم می نوشتند. 3-4 کتابشان، کتابی منظومشان، کتابی شعرهایشان به طبع رسیده بود و نویسنده هم بودند و زنده به عشق یادداشت‌هایشان درباره استاد حسین‌زاده بسیار کتابی خواندنی است. یک نکته عجیب این است که بسیار مورد شناس بودند. با دل بچه زود راه یافته می توانستند و اگر در فرض کردیم در تالار 300 400 یا 500 خواننده مکتب بچه ها نشسته باشند، استاد همون زمان می توانستند که همه آنها را به خود مفتون کنند. من در زمان چندین سالی که در مجله صدای شهر کار کردم با استاد عبی رجب، یگان بار ندیدم که یک سخن قبیح به کسی گفته باشند یا اون کسی مذمت کرده باشند. استاد عبی رجب یک انسانی بودند که همیشه تبسم، خنده، یک طبع خوش همراه عبی رجب بود و در اون محفل هایی که من بارها و بارها بودم، همراه سفرها کردیم، در بزم های شعر و سخن و در جلسه ها اشتراک داشتیم. در اون جایی که عبی رجب اشتراک میکردن، اون محفل یک محفل زنده، یک محفل بسیار گرم میشد. عبی رجب اگر برنده باشند، اون محفل بدانید یک محفل بسیار خاطرمند میشد، یک محفلی که بسیار با طبع خوش، بسیار با ظرافتگویی ها، بسیار با خنده و تبسم و با همین چیزها میگذشت. لیکن باید گویم که استاد عبی رجب تنها سرمحرر نبودن، تنها شاعر کودکان نبودن. استاد عبی رجب در انجام پایان عمرشون یک سلسله شعرها برای کلانسالان نوشتند. اون کس ترجمه های بسیار عالی جناب دارن از ادبیات شوروی، لیکن از ادبیات جهان، اما در سالهای آخر یک سلسله غزل ها نوشتم که در سطح بلندترین شعر امروز بود. زندگی در جوش و من خاموش بنشینم، چرا بین جوش زندگیم داستان باشد مرا. سخت جان استم از آن در این زمینی سوست خاک، که لبی نان از لبی بیل و کلندم دادند. ناکسی دشمنان را حاجت گفتار نیست، دوستان در زندگی بسیار فندم دادند. عبی رجب آموزگاه پداگوژی شهر پنجکت تمام کردگی با بهای اعلا. انستیتوت پداگوژی شهر دوشنبه هم با بهای اعلا تمام کرد و بعد از ختم انستیتوت تمام عمرش در مطبوعات و ادبیات و در همه میدان ها گذشت. بعد در آخر کار سرمحرر مجله صدای شهر شد. معلم پهلوان جوسه، اون کس وزنشون از 100 کیلو هم زیاد بود، مثل باقی رحمزاده و معلم میرشکت بسیار جوسه پهلوان نداشتن، لیکن در صحبت با خواننده ها کودک میشدن. یک کودک اگر روزی رمون شعرخوانی های معلم از نوارا اگر بینید، و مثلا اولیچه گلی بادام، من دختره که
پسرکی دادم اگر که گندم درآورد من در زبرکی دادم میخواند یا من شویرزکی دادم یا من چی معلوم همین تمامی نگاهشون میمیکای روشون چشمشون همش به کودک تبدیل میافتین یک بسیار چیزی نادر است که یک شاعر مثلا همین خیلی با همون ایجادیاتش با همون ویش بسیار توأم باشد. آلوچه گولی بادام من دخترکی دادم دادام شیند چای نوشد من چای رزکی دادم. آلوچه گولی بادام من دخترکی دادم درم می رود من نان برکی دادم. آلوچه گولی بادام من دخترکی دادم غرم کند من در زبرکی دادم. مادر جان مهربان غیر تو از برایم در همه روی عالم کسی عزیزتر نیست چون تو کسی دیگر نیست. من هم یک تایی تویم یک تا برای تویم. خودی خودم میدانم که در تمام عالم تو مادر جان یگانه من مغزم و تو دانه. یک خاطره از دوران کودکی میخواستم به شما گویم. پدرم در باغبانی هم یک مهارتی خوب داشتند. استاد مومن قناعت همسایه دست چپ ما می باشند و اون کس می گفتند که ما 2 نفر جوان یکی از بدخشان و دیگری از زرافشان در اینجا همسایه شدیم و هر دو هم مهارت خوبی باغبانی داشتند. این محله ما یک خاصیت خوبی دارد که در اینجا اکثرا شاعران ادبیات سویتی تاجیک استاد جلال اکرامی، استاد ساتیم لغزاده، استاد فاتح نیازی، استاد سوربان، استاد مومن قناعت، استاد فضلی محمدی، استاد عبدالجبار قهاری، استاد خلمرود شریفوف همه همینها با ما در همسایگی اند و ما همیشه از صحبت های این بزرگان با خبر می شدیم. شاید همین هم سبب باشد که تأثیری این بزرگان به حیات ما نیز تأثیری مثبت بخشیده است. این آثارخانه را در سال 2012 به مناسبت 80 سالگی استاد با تشبث همسری عزیزشان خدا رحمت کند و جیانشان بابای رجب و هم فرزندانشان ساخته شده است. در اینجا مهمانان از خارج کشور از داخل کشور بسیار زیارت می بیایند.